تلفن رو بردار، یه خبر بد بهت میدم. شما بهم خبر بد میدین؟ خانومت زنگ میزنه. خانوم ازدواج نکردم. خب باشه. من اگه ازدواج کرده بودم توی برنامه مسخره کیایی چه کار میکردم؟ سر خونه زندگیم بودم. همسایه زنگ میزنه. کدوم؟ چپ یا راست؟ همسایه ایوری یا اووری؟ یا بالا یا پایین؟ کی؟ پایینی. همسایه پایینی. ما طبقه اولیم، زیرمون پارکینگه. بالایی. ما بالایی نداریم، یه طبقه است. بالای پشتمون کی بهم زنگ میزنه؟ چپیه. چپیه رو خراب کردن دارن میسازن. راستیه که نپشه دیگه، سر کوچه است. بیابونی دیگه قربون شکلت برم دیگه. انتخاب کنه ما زنگ بزنه. آقای کیایی زنگ میزنه؟ ابدا جواب تلفنش نمیده. هر خبری میخواد داشته باشه. بیکارم. آقا خودم زنگ میزنم. تمام خلاص، بهترین که جان صدای تلفن بود؟ بله. شما با این صدای تلفن شدی معلم بازیگری؟ بله. بله. الو جان بفرمایید. ببخشید جناب خان. حالا فرزند بله بفرمایید. ماشین چی بود؟ ماشین والا ما گاری دارم، ماشین خاصی ندارم، به خدا گاری نبود داشتم. حالا مثلا ماشین داری؟ ماشین پیکان 53. پیکان تو دزدیدم. الو